بران عزیز امروز 18 اکتبر 2025 قرار داریم در آموزشگاه پژوهشگاهی انار با نام صاحبی در ولایت مازندرانی جمهوری اسلامی ایران در پژوهشگاه نزدیک استاد خاکزاد یک نوار دیگر کردیم. چندین نمود انارها ایجاد کردگان، یعنی که خودشون برآوردگی هستند. تلاقی دادیم، چند نمود انار هیبرید کردن با یکدیگریش حیات کردن. گردآلود کردن، ایجاد کردن. باز همین انار رو شما از اینجا چین دیدن؟ به همین انار رو میبریم. این انار نرمدانه هست. نرمدانه ملسه میخوش شیرین ترش هست، ناردان میگویم. بله. ناردانی هست. این رو نهالش رو داشتن و نرخش رو قیمت گفتن و حاضر با گفته ایستادن که نکم از چند دانه میفروشید؟ حداقل 10,000 تا. 10,000. نهالش چند قدری هست؟ یک متر. یک متر نهالش بوده است. نرخش رو بعد من کدومی در کار است میگویم. نرخش هم قیمتی بلند است. درست؟ برید این رو. این اسم این رقم هم من هم دیاران عزیز این اناری نامش چیست؟ اسمش چیست؟ ماریا. این چند نمود ماریا هست؟ درست؟ ماریای ملسی، ماریای نه، اونا اسمای دیگه دارن. این ماریا بوده است. اکنون این رو این ثبت شده. این رو گیرم با خود ممکن؟ ببر. داشته ایستید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما این رو کنیم گیریم چشیده بینیم به شما بگیم چه خیلی هست. این ناردانه است. در حقیقت پوست شدیدید. حوز من نشوندم به شما. این شیرین تره، درسته؟ بیم آب بدانه میگیم کمو نرم دانه ناردان شیرین تروش. این اینم با مزه، ولی یک دیگرش خورده بودیم چنان شیرین بود که کیف کردیم، راحت کردیم. اینم با مزه، لیکن اینم خیلی انوری اکسکلوزیو نمیگیم و یک قیمتش بلند. بینید این بزرگی ریشه. عجایب. آقای خاکزاد جا یک سوال، شما برای که همه انار نکفد من همین قسم بلوش میکفد چی کار میکنید؟ اینو برات توضیح میدم. ببین پرچم های این رقم ها خود به خود ریزش میکنه. بله. یکی از دلایل کرم گلوگا میزنه، پروانه میره داخل این پرچم ها تخم ریزی میکنه. بعد اون تخم تبدیل به لارو میشه، میره داخل انار غذاشو مصرف میکنه، دوباره تبدیل به پروانه میشه میاد بیرون. ببین این رقم ها خود به خود داخلش خالی میشه تقریبا. بله. این باعث میشه که پروانه کرم گلوگا کمتر بره سراغ اینا، کرم کمتر میزنه. چیکار کردن در کار؟ توی تلاقی که داریدیم ترکیب کردیم با یه سری رقم هایی که ترکیب کردیم این کار رو به وجود آوردیم. شما در نتیجه کارهای تحقیقاتی سلکسیونی بله بعد داخل این شپرک دیگر خیلی کمتر به ندرت میره، توخ نمیموند. نه ببین خالی دیگه، تقریبا ببین کچل شده داخلش. شما دیگر کردید، ساخت داخل دیگر کردید اینجا رو. این انارا اکثرا همینجوری شده. ببین داخلش اینو داشته باش، ببین داخلش تقریبا ببین خالی شده. ببین این پرچما کم شده. این در نتیجه کارهای سلکسیونی شما بله. درست. لیکن به هر حال باز چی محلول پاشیم بالا این محلول پاش کنیم؟ شما اینو مولاتیون پاشش بکنین. مولاتیون سم مولاتیون ایران میان چیکار میکنن؟ 3,000 سم مولاتیون رو میذارن تو تاج انار که به اندازه تخم مرغ شده. دیگه کم دیگه سراغ این نمیاد. هر یکی این رو زدن در کار. اینجا این کار کردن. اما کار دشوار است. اون دشوار است. اما اینجا ما این که اینو چیز کردیم کمتر کل میره داخلش. درست. برای که انار شیرین و نقص شود زیر ریشه چی کود دادن در کار؟ چی غذا دادن در کار؟ برای شیرین شدن چی شما باید پتاس بالا بدین. پتاس باید بدین. فسفر. نه
فسفر برای چیزه. شما مراحل اول فسفر برای اینکه گل اینا تشکیل بشه، بله. برای اینکه میوه درشت بشه، شیرین بشه، آبدار بشه، پتاس بالا میخواد. بالای برگ؟ نه، پاشش هم میکنی، از تو زمین هم میتونی بدی. کلی میکنی. کلمه پتاس ببین، NPK سه تا عنصر کلیدی داریم. NPK با گفتیم گفته درست است 16 16 16 20 20 20 بله. نیتروژن، فسفر، پتاس. نیتروژن برای شاخ و برگ. بله. بعدش هم که فسفر برای اینکه گل خوب تشکیل بشه، پتاس برای اینکه میوه درشت بشه. کدام ماه در کار زمستان، تیرما، یعنی شما بهار؟ پتاس NPK رو شما توی قبل از اینکه درخت بره تازه برگ تازه زده حنایی شده در نوروز. آره نوروز باید بدین شما NPK رو بدین. بعدش هم که شما فسفر رو ببین که میوه تشکیل شده رو یه مرحله میدی. بعدش هم که میای سراغ که میوه به اندازه تخم مرغ شده، 2 مرحله پتاس بالا. قبل از اون باید کلسیم پاشش کنی که پوست در مقابل ترکیدگی مقاومت به وجود بیاد. بالای پوست پاشیم. آره. محلول پاشی. کلسیم آره. کلسیم ریشه ای نیست، کلسیم فقط پاششه. بله. کلسیم و بر باید پاشش کنین. کلسیم و بر بالای برگ و بالای انار میپاشه که باعث میشه که مقاومت پوست بره بالا، نه ترکه. تشکر. بازم ببین بچهای تاجیکستان با پیج انار صاحبی آشناشون کنین، از اونجا سوال بکنن، ما در خدمتشون هستیم. یک جهان تشکر. و با یک دو سوال دیگر، کود حیوانی با پوری حیوانی میگم، کود حیوانی در کار اینجا؟ کود حیوانی بهترین گزینه است و ارزون ترین گزینه، فقط باید پوسیده بشه، کمپوست بشه. کمپوست نشه کرم سفید ریشه به وجود میاد، اون کرم باعث میشه که توقع در ریشه رو از بین ببره. در همین درخت چقدر پارو ریزیم، چقدر کودی حیوان چند سطل ریزیم؟ حداقل شما هر چی بریزیم مشکلی خاصی، چون باعث میشه که هوموس خاک ببره بالا، ماده عالی خاک ببره بالا. کود حیوانی نقش منفی نداره. زیاد ریزیم ضرر نداره. شما از این چتر میگیری اینجا همینجور رو زمین بریزید. چالکود هم دیگه لازم نیست. چند سال در یک مرتبه؟ 1 سال در میان هم بریزی عالیه. 1 سال در میان. NPK چقدر ریزیم در یک درخت؟ بستگی به درخت داره، باید آزمایش برگ بدی. نه اینا من نمیدونم، هیچ کم نمیدونم. شما برید دکتر ازت آزمایش میگیره، میگه که کمبود کلسیم داری، زمین رو ما باید از سنجش گذرونیم. احسن. آزمایش خاک چقدر کدام عنصر کم داره اون عنصر میدی بالانس بشه. برید هم داره نزد مثلا خاک از خاکشناس گذروندن در کار سنجش، چیزی که ندارد دکتر معین کرد، یعنی که خاکشناس که چیزی نمیرسد اینجا همون رو وارد کردن. احسن. شما الان که فسفر زیاد داره، دوباره فسفر بدین چی میشه؟ مسمومیت به وجود بیاره. کلسیم زیاد باشه، کلسیم بدی مسمومیت به وجود. بالانس عناصر غذایی بسیار مهمه. هر چیز باید معیاری خودش داده باشه. بله. اینم مطلب باشه. تشکر شما. همداران عزیز، در اینجا ما نوار رو در این انار بینید که نغز این بسیار بستگی بود، این کم داره. از این بسیار بردن هر چی میاد میگن میدم به شما دیگه، مثل شما. برای خدمت در اینترنت دیگه بودم، این پوری انار بود. این انار ساختش ببینید، این انار اكو نمیدونم آقای خاکزاد من مصلحت کنم اگر اگه چون ارزان دیاد من میبرم، لیکن ارزان ندیان من بردن نمیتونم برای شما. هم دیاران عزیز میگه هر چقدر پول دادی همونقدر آش میخوری. درست لیکن شما همزبان بودن ما بینوات. من به شما قیمتی که دارم به شما میدم نسبت به غیر همزبانان نصف قیمت دارم به شما میدم. از خون سیاوش بودن ما بینوات گرفت دادیم دیگه. همداران عزیز در خانه خدا باشید. خیلی انارها در حقیقت قیمتی بلند داشتن. باز ما میگردیم، باز حالی ما مندرین میریم، کیوی میریم، نوار میگیریم، دیگر چه میگیریم. یک جهان تشکر به شما. شما هر کجای دنیا بری این انار رو نمیتونی گیر بیاری، بعدش هم که داری اون آب، کود، سم وقت تو داری تلف میکنی. بله. همون انار هسته صفر هم همونقدر آب، کود وقت تلف میکنی. این انار رو 3 برابر گرانتر میفروشی. بله. درسته نه حالش داری گرانتر میخری. تحقیق شده رو، کار شده رو. پوستش نگاه کن، با آدم صحبت میکنه. بله. پوستش با آدم صحبت بازار دمون ندگد، در بازار میگه مرا بخر. در پناه خدا باشید. هم دیاران عزیز، اگر معقول باشد یک لایک مونید، 100% شوید.